سید مومن یتیمов رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان حادثه‌های اخیر این کشور را جزئیاتی سیستم نقشه‌های بازیگران ژئوپلیتیکی عنوان کرده است. این اندیشه او در نشریه دولتی جمهوریت به چاپ رسیده است. به نوشته او بازیگران ژئوپلیتیکی مشکلات منسوب به رفتارهای خیانتکارانه بعضی از گروه و افراد را پدیده منفی ظهورات صرف ملی نشان داده نمی‌شوند. دولت‌های مشخص در این سمت با و وسیله‌های گوناگون منفعت خویش را عملی می‌سازند، ولی آقای یتیمov در این زمینه از هیچ دولت خاصی نام نبرده است. او در حادثه‌های ماه سپتامبر که بیشتر با نام آشوب گنرال نظرزاده معروف است، محیدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی و عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع تاجیکستان را بازیچه عنوان می‌کند. اتهامات رئیس کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سید مومن یتیمov دروغ محض و تهمت بر خانواده کبیری ها می باشد که آنها این برنامه قبلا طرحریزی شده را به خاطر بدنام کردن و سیاست ناسالم علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بردن را آغاز کرده بودند. تهمت بودن و ناسالم بودن این همه دلیل های آنها در آن است که خود آنها از طریق تلویزیون های دولتی اعلان کردند که سابق معاون وزیر مدافع عبدالحلیم نظرزاده مال و ملک و دارایی‌اش زیاده از 25 میلیون دلار را تشکیل داده است. منطق در کجاست؟ وقتی که یک نفر 25 میلیون دلار دارد، اون همه 25 میلیون را وام می‌گذارد تا مصادره اش کنند، ولی میآید سراغ یک گروه و یک شخص تا به او 1 میلیون دلار بدهند. این همه اتهامات-های بی منطقانه و بر دروغ می باشد که به خاطر خونسا کردن و بدنام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که یک حزب مردمی معتدل و صلح‌خواه و آزادی پرور است. رئیس کمیته امنیت ملی به جای آنکه وظیفه‌های خود را اجرا کند، خود بازیچه بازی‌های ژئوپلیتیکی گشته تمام مقدسات ملی، دینی و مذهبی ملت تاجیک را زیر پا کرده، به جای امنیت مردم را تأمین کردن بر ضد ملت کار میبرد و مردم را هر روزه یکی نفرانی که در این ملت یکم آبرو دارند، یکم مال و ملک دارند، آنها را به آبرو بدنام و با تهمت‌ها مال و ملک آنها را غصب کرده میگیرند. باز از امنیت ها حتی پیرمردان و پیرزنها را زیر فشار می‌آورند. آنها از هر وسایلی که نباشد یگان ارزش را قائل نیستند که سر راه آنها باشد. آنها تمام کار را میکنند تا به هدفهای خائنانه خود برسند. یکی از نزدیکان کبیری در مورد رسیدن خبر بازداشت به رسانه‌ها به تورنمای پیام گفته است بازداشت یکباره 10 نفر و بردن آنها با اتوبوس حادثه‌ای نیست که از چشم مردم پنهان ماند و اسمارتفون را نه تنها پیوندان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حتی چوپان‌های دهه و خواننده‌های مکتب هم دارند که حتما بردن نزدیکان ما را دیدند. او گفته است برای پیشگیری از رسانه‌ای شدن خبر بهتر است اسمارتفون‌های کارمندان امنیت جمع کرده شود.